یکی از جایی که اسرائیل دلش به حال انسان سوخته، اسرائیل در عرضه داشت یا رسول الله در 2 جا دلم یه مقداری به ترحم آمد. یکی در دل یک دریایی، یک کشتی پر از جمعیت، یه مرتبه به اذن الله دریا طوفانی شد، شرایط بحرانی شد، خطاب اومد اسرائیل جان همشون رو بگیر. اون مادری که باردار بوده، شرایط بحرانی و طوفانی او رو در موقعیت وضع حمل قرار داده، این مادر رو زنده بگذار. این مادر توی همون شرایط بحرانی وضع حمل کرد، خطاب اومد جان مادر رو بگیر، بچه رو زنده بگذار. یا رسول الله دردم اجرا کردم اما دلم به حال او بچه سوخت. یکی اینجا دلم سوخت. یکی هم وقتی شداد ابن عاد می‌خواست بهشت روی زمین رو برای خودش ایجاد بکنه، اون لحظه‌ای که یه پا هنوز در رکاب اسب بود، یه پا روی زمین اومده بود برای افتتاح بهشت شداد، اسرائیل جانش رو بگیر. اونجا دلم به حال شداد ابن عاد سوخت. جبرائیل نازل شد، یا رسول الله پروردگار سلام میرسانه و میفرماید اون طفل مادر مرده رها شده همین شداد ابن عاد بوده. اسرائیل دلش به حال 2 نفر نسوخته، به حال 1 نفر، شداد ابن عاد، یکی لحظه ولادت، یکی لحظه هلاکت. بعد پیامی که جبرائیل از جانب خداوند رحمان رسان، یا رسول الله پیامی داستان شداد ابن عاد برای انسان اینه که اگر رهرو راه شیطان شدی، طغیان کردی، عصیان کردی، اصلا شدی سرآمد طغیانگران و مستکبران عالم، خداوند بهت مهلت نمیده. ان ربک لبالمرصاد، در کمینگاه مستکبران و ستمگران عالمه خداوند رحمان. خداوند اونها رو به حال خودشون نمیگذاره، اینها رو هم در دنیا مدتی مهلت میده، مدتی میدان تاخت و تاز میده، این مشیت خداست، اراده الهیه، اما تو همین دنیا هم هلاکت، فلاکت، ناامیدی، خسارت، آخرت و ابدیتشون که دیگه تباه لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد.